با عرض سلام خدمت هموطنان عزیزم و دانشجویان عزیزی که در شهر بنگلور زندگی میکنن، عید نوروز رو تبریک میگم. متاسفانه با تمام خستگی که در طول سفرها داشتم، بابت کنسرت هایی که در کشورهای مختلف برنامه داشتم، متاسفانه حالم زیاد خوب نبود در استانبول و من را سوار هواپیما نکردن، یعنی اجازه پرواز ندادن. گفتن باید حتما بری دکتر و چون که خسته بودم و بلافاصله اومدم به بیمارستان در استانبول که چکاپ کنن و خوشبختانه الان که دارم با شما صحبت میکنم صدای من به گوش شما میرسه، همه چی اوکیه و هیچ مریضی نیست. خوشبختانه فقط خستگی راه بود. ولی من از مهناز عزیزم که اینقدر نازنینه و دلش میخواد برنامه بسیار خوب برای شما بذاره، ازش خواهش کردم که یک روز، 2 روز، 3 روز دیگر رو تمدید کنه که من بتونم روز دوشنبه حرکت کنم. به خاطر اینکه اجازه پرواز گفتم ندادن و پروازی که داره میاد روز دوشنبه است که من با اجازهتون سه‌شنبه اونجا، چهارشنبه میخوام یه برنامه آنچنانی برای شما عزیزان بذارم و عید رو با شما تموم کنم، به خاطر اینکه عاشق ایرانی هستم و عاشق هموطنانم و عید نوروز رو تبریک میگم. باز هم من جون ببخش منو، امیدوارم که به زودی زود هم دیگر ببینیم. دوشنبه پرواز من از استانبول به بنگلور هست. مرسی، بای. تازه افترابه هم داریم، یادتون نره.